قلعه تاریخی پاده واقع در روستای پاده آرادان. اون تو چیه مسعود؟ خرابه شده ولی هنوز مونده، تاقچه هاش مونده. یه جایی هست که چقدر تاقچه داشته. اون شومینشه؟ نمیدونم، جالبه. احتمالا ارتفاع اینجا پایین تر بوده ها، خاک اومده پر کرده. سقفش هم سالمه. اگر اینجا راه داشته باشه به بالا احتمالا شومینه بوده دیگه. راه داره؟ آره سوراخی رو میره به بالا، حالا دعواکش یا مثلا دودکش. اینجا سال پر شده. آره انگار تاقچه ها مشخصه چقدر اومده. زمین آره خیلی اومده ارتفاع بالا، نزدیک سقفیم الان. کفش پر شده. راه نریزه رو. از اونجا بریم بالا، از ورودیش بریم بالا. کاملا گلیه درسته؟ آها خشتاشون اینطوریه. بکنم میخوام درستش کنم واسطی کنم چه دروازش بوده. آره از اون موقع نمونده اینا. آها حالا این انگار زیرش هم آره انگار زیرش هم یه چیزایی بوده. زیرش هم چیزایی بود که ما اومدیم دیگه. تقریبا یه ساختمونی بوده. نشست کرده یا روش خاک پر شده. مال بعد اسلام، حالا چه دوره‌ای معلوم نیست. سال 81 ثبت شده. اون چی اون بالا؟ پرنده ما این دریای مریایی باید بشه. انگار طبقه زیری هم داشته اینجا. میگم طبقه زیری هم داشته. نشست کرده خاک. حالتهای غار مانندی داره. مسعود اون لیدره؟ راهنماست؟ میشه از اونجا رفت بالا؟ مسعود بیا بالا. دیوار مشخصه. آره اینا چی بوده؟ گذر همون چیزه بوده شاید پایین شومینه. سوار اونجا نره خطرناک. نه نمیره. چه بزرگ بوده. تو تازه گیر آوردم بچه. میخواد بگه کجا؟
سارا بیا دست پام میلرزه سارا. حواسم هست. بیا این بره. بیا بابا. کلا اینا فکر کنم کل منطقه روستاش کلا همینه. آره میتونیم بریم تو اونجا هم. کجا؟ خراب است. آره روستاشونه میگم. تعطیل شده. نه دری که نداره بگه تعطیل شده. سکنه نداره دیگه. بریم به سمت روستا. بریم پایین. اون حتی تاقچه بوده سارا. شاید رو دیوار قلعه اونجای دیدبانشون بوده. دیدبان مثلا اونجا چک میکرده. نمیدونم که. اون پرنده جالبه اون بالا. آره. کبوتره؟ نگاه کن درشتر از کبوتره.